ما میتونیم برای نمایش اسلاید ها زمان در نظر بگیریم و اونها رو طوری زمان بندی کنیم که بعد از مدت زمان مورد نظر به طور اتوماتیک اسلاید بعدی نمایش داده بشه. بدین منظور از سربرگ ترانزیشن در قسمت تایمینگ تنظیمات مربوطه رو انجام میدیم. به صورت پیش‌فرض اسلایدها با کلیک موس به اسلاید بعدی منتقل میشن و نمایش داده میشن، ولی ما میتونیم اون تنظیم رو تغییر بدیم. مثلا من اسلاید 2 رو انتخاب میکنم و قسمت افتر رو تیک میزنم و مشخص میکنم که مثلا بعد از 4 ثانیه به اسلاید بعدی بره. اگر اپلای تو آل رو بزنم این امکان به همه اسلاید ها منتقل میشه، ولی بهتره که در قسمت تایمینگ اسلاید ها رو جداگانه زمان بندی کنیم، چون ممکنه که بنابر محتویاتشون نیاز به زمانهای متفاوتی برای نمایش داشته باشن. اسلاید اول رو هم انتخاب میکنم و زمان 6 ثانیه رو بهش بدم. ولی باید توجه کنیم که ما چون در اسلاید اول فیلم داریم، تا این فیلم تموم نشه حتی اگه زمانش کمتر از زمان نمایش فیلم باشه به اسلاید بعدی منتقل نمیشه. من این اسلاید ها رو شو میکنم. اسلاید اول نمایش داده میشه تا این فیلم تموم نشه به اسلاید بعدی نمیریم، حتی اگر بیشتر از 6 ثانیه باشه. حالا به اسلاید بعدی میریم. این اسلاید 4 ثانیه نمایش داده میشه و به طور اتوماتیک به اسلاید بعدی میره، ولی دیگه این تنظیم رو برای این اسلاید ها در نظر نگرفتیم و باید با هایپرلینک یا کلیک موس کار کنیم. این نکته رو باید توجه داشته باشیم که میتونه هر دو امکان آن موس کلیک و افتر با هم فعال بشن. اگر ما اسلایدی رو که داره نمایش داده میشه بخوایم زودتر تموم بشه و به اسلاید بعدی منتقل بشیم، میتونیم قبل از اون 4 ثانیه کلیک کنیم و به اسلاید بعدی بریم. من این اسلاید رو شو میکنم. قبل از این که 4 ثانیه بشه من کلیک میکنم و میتونم زودتر به اسلاید بعدی برم. این زمانیه که ما امکان آن موس کلیک رو هم برای اسلاید مورد نظر فعال کرده باشیم. یکی از نکات دیگه که باید بهش توجه کنیم برای زمانی که ما میخوایم خروجی بگیریم از پاورپوینتمون، همطور که قبلا گفتیم در قسمت فایل اکسپورت ما میتونیم خروجی ویدیو بگیریم و در اینجا به ما میگه که شما میخواین از حالت تایمینگ و نریشنا و اون متحرک سازی استفاده کنین یا نه بدون استفاده از تایمینگ، که ما اگر این تایمینگ رو انتخاب کنیم بر اساس تایمینگی که برای اسلاید هامون در نظر گرفتیم ویدیو اسلاید ها رو نمایش میده. ولی اگر که تایمینگ رو در نظر بگیریم به صورت پیش‌فرض همون 5 ثانیه که اینجا تنظیم کردیم در نظر میگیره، ولی در حالت تایمینگ بر اساس تایمینگ خودش این کار رو انجام میده. با نحوه زمانبندی آشنا شدین. در قسمت‌های بعدی نحوه متحرک سازی اجزای اسلاید رو خواهیم گفت.